با سلام. برای خانم های مجرد ورق میندازم. لطفا برای اینکه با انرژی فال همسو بشین کامنت یادتون نره، هیئت کنید. گفتگویی در محل کار وجود داره که این گفتگو میتونه مشکلی رو پیش بیاره. لطفاً مدیریت داشته باشین. آقایی هستش که سنشون بین 30 تا 40 هستش، بسیار شخص درویی هستش و اعتماد بهشون نکنین، مواظب باشین. و موقعیت این آقا تو محیط کاری موقعیت خوبی هستش، یعنی حرفش برو داره. شما خیلی با ایشون صحبت نکنین و درد دلی نکنین، چون میتونه تو محیط کار بهتون آسیب برسه. یک عزیزی که آقایی که سنش بالا هستش، بالای 50 سال هستش، مشکلی بیماری براش پیش اومده و به پزشک مراجعه میکنه. از بستگان نزدیک شما هستش، فکرتون رو مشغول کرده و یه مقدار باعث شده که در این زمینه چندین بار به در پزشک بریم، با پزشک مشورت داشته باشیم و یک سری ملاقات هایی رو داریم که این ملاقات ها خیلی خوشایند نیست. فوت نیافتاده، اما میتونیم بگیم بیماری که یک مقدار طولانی و نیاز به زمان داره برای حلش. از طرفی از نظر قلبی احساس شکست قلبی براتون افتاده، قلب آسیب دیده، یک فاصله و یک دوری عاطفی رو میبینم که نیاز داره که به همخالتون فرصت بدین که یه مقدار مشکلاتی براش پیش اومده، من جمله از دست دادن یکی از عزیزانش و کاملا به هم ریخته و این باعث شده که فاصله ای رو با شما به وجود اومده براش و در حال حاضر این دوری رو به این خاطر که خودش درگیره از دست دادن اون عزیزش هست به وجود آورده. یه مقدار اصول رو رعایت کنین، سعی کنید که خیلی گیر ندین، بحث نکنین، گفتگو نداشته باشین بهشون و ایشون رو کاملا درک کنین تا بعد از یک مقطع زمان میشه گفتش که اتفاقای خیلی خوبی میاد و دوباره این رابطه برقرار میشه. از طرفی تو این فاصله‌ای که یک شکست عاطفی رو دارید تجربه میکنین، موقعیت دیگه‌ای، کسی دیگه‌ای تو مسیر شما قرار میگیره، اگرچه خیلی وابسته نیستین ولی باهاش یک رابطه‌ای رو برقرار میکنین که یک مقدار اون آرامش رو داشته باشین، ولی سعی کنین که خیلی این موضوع جدی نباشه، چون اون آدم خیلی مثبتی نیستش.
شما درگیر یک سری مسائلی در گذشته بودین، از دست دادن ها، مسائل مالی، کاری و گفتگوهایی که باعث آسیب براتون شده و هنوز درگیر هستین، یعنی در گذشته موندین و سعی کنین که این گذشته رو فراموش کنین، چون از یک ورشکستگی مالی پیش اومده، از نظر کاری کارتون از دست دادی و گفتگویی رو به وجود اومده که موقعیت خوب کاریتون از دست دادین، اما هنوز هم بهش فکر میکنین، هنوز هم اون موضوع رو با خودتون در حال زندگیتون آوردین. یکی از چیزهایی که هنوز نپذیرفتین شکست مالی بوده که براتون پیش اومده، اما بین 8 تا 10 وقت دیگه یک مسیر، یک راهی براتون پیش میاد. تو نیم ساله دوم هستش توسط یه آقایی که چهره گندم بومی داره، سنشون بین 40 تا 50 هستش و از بستگان نزدیک شما هستش. مسیری رو به شما میگه، راهی به شما پیشنهاد میده که بسیار براتون در خوب هستش و روش میتونه حساب کنید. قلباً بسیار احساس شکستگی، آسیب قلبی دیدین، آسیب عاطفی دیدین. لطفاً اون موضوع رو فراموش کنین، چون دیگه رابطه‌ای به وجود نخواهد اومد با اون فرد و نگرانی، حرص جوش خوردن، غصه خوردن رو کنار بگذارید و به فکر آینده خوبی باشید که براتون هست. بین 6 تا 8 تا 10 وقت دیگه که هر کدومشون چند تا با هم فاصله میتونه 6 روز دیگه یا نهایتاً تا 6 هفته دیگه راه و مسیری براتون پیدا میشه که میتونه همخال و یک جفت دیگه رو در مسیرتون میذاره که خیلی خیلی براتون خوب هستش و میتونید رابطه خوبی رو باهاش برقرار بکنید. موقعیت این فرد بسیار خوب هستش، حتی به عنوان یک خواستگار در آینده نه چندان دور برای شما خواهد آمد. همخالهاشون افتادن و صحبتی رو میکنن، حرفهایی رو میزنه که برای شما خوب هستش. بیشتر به این موضوع فکر کنید و چون چیزی که از قبل آسیب و عاطفی دیگه کنار بزنید، چون هیچ رابطه دیگه وجود نداره. خودتون رو با شرایط حال موقعیت خوبی براتون پیش میاد وقت بدین، همکاری بکنین با شرایطی که وجود داره و گذشته‌تون رو کاملا بذارین کنار، چون ثمره‌ای برای شما نخواهد داشت. در یک جمع خانواده مثل پدر، مادر، عزیزانتون هستین. خبرهای خیلی خوب براتون هستش، موقعیت خواستگاری براتون پیش میاد که به نفع شما هست. عزیزی که به عنوان خواستگار میاد و پیشنهادی برای شما داره، موقعیت اجتماعی خوبی رو داره، اونیفرم خاصی پوشیده، میتونه از پزشک، پلیس، نظامی، به هر حال خبر خیلی خوبی رو براتون داره و شما بسیار قلباً خوشحال میشین. بنابراین به این مسیری که تو زندگیتون اومده فکر کنید و به راحتی تصمیم خاصی رو نگیرید.
مسافرت خانوادگی براتون افتاده. این مسافرت براتون مسافرت خوبی هستش، میتونه خیلی شلوغ هستش. این مسافرت احتمالی که یک مسافرت زیارتی باشه هستش. بسیار تعداد آدم هایی که تو این سفر هستن زیادن و شما اونجا احساس خوبی دارین، حالتون خوب میشه. حتما به این سفر برین و در کنار اونها روزهای خوبی رو داشته باشین. اگرچه کلا قلباً هنوز هم درگیر هستین، ناراحتین و احساس قلبی خوبی رو ندارین نسبت به اون آدمی که به شما خیانتی رو کرده و شما آسیب دیدین و اذیت شدین. هنوز گاهی اوقات فکر میکنین و فکر میکنید که ای کاش میشد دوباره برگشت، اما چنین چیزی وجود نداره، چون اون آدم اصلا در شأن و مقام شما نبود و یه آدمی هستش که آدم دو شخصیتی، آدمی که حرفاش با عملش یکی نیست و اهل خیانته و اصلا خیانت کاملا مشهوده اینجا. لطفا فراموشش کنین. موقعیت و خورشید زندگی شما به زودی طلوع میکنه، اتفاقای خیلی خوب، یک عمل جراحی رو با موفقیت کنار میذارین و حالتون خوب میشه. بین اتفاقایی که بینتون افتاده اون آدم کاملا حذف بشه. به سفر که براتون افتاده همکاری بکنین، باهاشون برین و اینقدر با خودتون رو اذیت نکنین و احساس نکنید که آسیب قلبیتون رو بزرگتر از اون چیزی که هست نکنید. یه برگ براتون کلی میندازم، نیت کنین. آنچه که نیت کردین درصد اتفاق افتادنش بسیار کمه. در مورد همکارتون نیت کردین، متاسفانه در حال حاضر انجام شدن این اتفاق و این نیتی که کردین امکان پذیر نیست. شاید در آینده دور تغییراتی به وجود بیاد ولی در حال حاضر این اتفاق پیش نمیافته. سپاسگزارم.